هشدار، این یک داستان عادی نیست. اینجا هم صرفاً یک چنل یوتیوبی نیست. بیا چند تا ازت سوال بپرسم. فکر میکنی به جز این دنیایی که ما الان توش زندگی میکنیم دنیای دیگه‌ای هم وجود داره؟ مرگ چطوری میتونه باشه؟ اصلاً آیا کسی که میمیره روحش کجا میره؟ فکر میکنید دنیای دیگه چه شکلی میتونه باشه؟ بیا چیز جذاب‌تر رو بهت بگم. کسی که میمیره میتونه دوباره زنده شه. اگه میخوای راجع به بزرگترین معما و مبهمترین سوالی که بشر تا به حال دیده و هنوز دنبال یافتن پاسخی برای اونه جوابی به دست بیاری، پس ما رو دنبال کن تا بهت بگم چه چیزهای جذاب و متفاوتی وجود داره که کاملا ازش بیخبر. به نام خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید. سلام، من سید کاظم هستم و ما در ریل میکس میخوایم شما رو با مرگ و دنیای پس از مرگ به طور کاملا متفاوت آشنا کنیم. دنیاهایی وجود دارند که شاید خیلی ها مایل نباشن ما اونها رو بشناسیم. افرادی که قرار نیست فقط انسان باشند. پس به هیچ وجه یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. میخوام با تعریف کردن 3 تا داستان شروع کنیم. داستان‌هایی که هیچ جا نقل نمیشه و تنها در محفل‌های خاصی زمزمه میشه. بذارید قبل از هر چیزی بهتون بگم که این داستان‌ها ممکنه برای هر کسی مناسب نباشه. پس اگر فکر میکنی به قدری آمادگی داری که با خیلی از حقایق روبروشی، داستان ما رو دنبال کن. حالا که آمادگی داری بهت چند ثانیه وقت میدم که بلند شی و جایی بری که تنها باشی و فقط خودت بشنوی. بیا بهت میخوام از داستان‌ها بگم. کسایی هستن که مردن ولی مرگ کوتاه مدت رو تجربه کردن و دوباره برگشتن به این دنیا. خیلی مایل نبودن ما از اسمشون توی داستان استفاده کنیم. پس اسمهای مستعاری رو انتخاب کردیم که بتونن راحت بین ما زندگی کنن. قبل تعریف کردن داستان‌ها بیا راستی آزمایی کنیم. چطوری باور کنیم که این داستان‌ها و افراد واقعی هستند؟ شاید همین ابتدا فکر کنی که ساخته ذهن منه که طبیعیه و اصراری به باور کردنتون ندارم. ولی من قضاوت رو میذارم به عهده خودتون. وقتی جزئیات داستان رو به صورت اینقدر دقیق و منطقی و شفاف بشنوید قطعاً متوجه حقیقت خواهید شد. هرچی باشه قرار اطلاعاتی رو بهتون بگم که هر جایی پیدا نمیشه. داستان‌ها راجع به 3 نفر هستن. 3 نفری که زندگی کاملا متفاوتی از هم دارن. نفر اول راجع به یک دختر مجرد و کاملا جذابه که ورزش رزمی رو دنبال میکنه. نفر دوم مهندسی که توی حوزه ساختمون سازی فعالیت داره و روی حلال بودن درآمد خودش خیلی اصرار داره. سومین نفر و شاید حساس ترین داستان راجع به یک دکتر که استاد دانشگاه هم هست. البته اگر قرار داستان آخر رو درک کنید حتما باید 2 داستان قبلی رو شنیده باشید. این 3 نفر در مدت زمانهای متفاوت و مکانهای جغرافیایی متفاوت از یکدیگر مرگ رو به صورت کوتاه مدت تجربه کردند. اونها پس از بازگشت به زندگی قدرت‌های خاص و ماورایی رو به دست آوردن که ما انسان‌های معمولی قادر به درک اونها نخواهیم. اکثرتون شاید این قدرت‌ها رو توی فیلم‌های هالیوودی و بازی‌های کامپیوتری دیدید، اما این دفعه قراره در دنیای واقعی این اتفاقات رو شاهد باشید. اگر قراره این داستان‌ها رو گوش بدید چند تا شرط و پیش نیاز هست که باید رعایت شه. 1. در طول این داستان‌ها با کلماتی آشنا میشید که تا به الان نشنیدید و معنی اونها رو نمیدونید. ما این اطلاعات رو قبل هر داستان در اختیارتون میذاریم و شما حتما باید نسبت به معنی این کلمات آگاه بشید. 2. اگر برای اولین باری که داری ویدیوهای کانال رو میبینی حتما به ابتدا برو و از اولین پست شروع کن به تماشا کردن. و 3. ما اینجا سعی کردیم به شفافترین حالت موجود داستانها رو براتون تصویر سازیم.
پس اگر جایی رو متوجه نشدی، ابتدا پیش نیازها رو مسلط باش و مجدد داستان رو ببین و اگر باز متوجه نشدی سوالت رو برامون کامنت کن و در آخر خدا نگهدارت.